سلام به همه دوستای عزیز. من یک سوال داشتم از آقای رئیسی. خواستم ببینم که مگه شما به ما قول ندادین؟ مگه نگفتین همه چی رو درست میکنم؟ مگه نگفتین گرونی رو درست میکنم؟ مگه نگفتین به فکر فقرا هستم؟ پس کی دیگه؟ پس آقای رئیسی خودتون گفتین سفره مردم کوچیک شده. پس کی دیگه؟ شما که بابا اومدی کوچیکترش کردی که. قربونت خدا وکیلی هرچی کار میکنیم اصلا دخل و خرجمون با هم نمیخونه. چرا یک نفر جوابگو نیست؟ چرا نمیگین؟ چرا درست نمیکنین؟ چه وضعشه؟ بسیار سخت بود. نکته دوم دیدن وضع مردم وضع خوبی نیست. این وضع حتما باید تغییر کنه. وضعیت گرانی، بیکاری، مسکن. نکته سوم این که فساد ریشه‌شو باید در دستگاه اجرایی خشکوند. سازوکارهایی که در دستگاه اجرایی است، بسترهای فسادزا رو باید اصلاح کرد. بعد در توش دیگه پرونده بیرون نمیاد. ولی هر روز باید تولید یه پرونده رو شاهدش باشیم رو میز قاضی. به نامزدهای محترم میگیم که بینی و بین الله برای همه مشکلات برنامه دارید. مشکلاتی که من در کشور شناسایی کردم و مسائل برای همش برنامه داریم. یعنی من با اندیشکده های مختلف مشورت کردم، با تجربیاتی که خودم داشتم، با کاری که مدت من با شوراهای عالی در کشور که شرکت میکردم، شناختی که نسبت به موضوعات داشتم، جلسات تخصصی، برای همه این مسائل به ویژه اون مسائل عمده و کلیدی که امروز مشکلات کشور هستش برنامه وجود داره. چقدر آماده اید؟ فردا نمیگید نذاشتن کار کنیم، نشد، شرایط فرق کرده و از این. خواهشاً هر کس میخواست کاندید ریاست جمهوری یه دور قانون اساسی رو مدرسه خدا بخونه، معلوم بشه رئیس جمهور چه وظایفی به عهده داره و چه اختیاراتی داره. رئیس جمهور اختیار کافی برای انجام وظیفه دارد. کی گفته مانع نیست؟ موانع بسیاری ممکنه پیش رو باشه، اما هیچ مانع رو باید به رسمیت نشناخت. کارو برد جلو، داد مردم در اومده، جوونه بیکاره، لیسانس فوق لیسانس بیش از 40% تحصیل کرده های ما تو خونه نشستن بیکارن، دادشون بلند شده از این قضیه. سفره مردم کوچیک شده، قدرت خرید برای از مردم سلب شده. چطور میشه صبر کرد تو این قضیه؟ چقدر از اوضاع مردم و سختی زندگیشون خبر دارید؟ یعنی لمس کرده باشید واقعا؟ ببین، اولا که من از کودکی خودم ارتباطم با فقر ارتباط شنیدنی نیست، ارتباط چشیدنی است. یک. دومی که من در طول مدت مسئولیت رابطه‌ام با مردم رابطه بسیار صمیمانه بوده. هیچ زمان من رابطه‌ام با مردم قطع نکردم. شما جای مردم بودید این روزها به وعده ها اعتماد میکردید؟ اگر وعده ها همراه بود با کارنامه، آره. من تلاش میکنم که اون وعده‌ای که میدم یا وعده ندم، یا اگر وعده میدم حتما عملیاتی به اجرایش کنم. ما راهپیمایی کردیم که شاه بره دینمون درست بشه، جوانامون راحت زندگی کنه. متاسفانه دینمون که خراب شد، هیچ فساد جامعه رو گرفت، هیچ دزدامون زیاد شد، هیچ بچه‌های جوانمون که آقای علمی هم میدونه 2 پسر 20 سالم شهید شده و همسرم شهید شده. ببینید من بچه‌هامو با دست خودم بردم زیر خاک نشوندم که این جوان راحت زندگی کنه. ساقی بیا که